من در اول فکر میکردم که مادر حمزه یک زنی تاجیک است. زنی کبردین است، خیلی یک زنی مهربان، زنی با عفت. یگان مرتبه این گپو نبود که من به وطن خودم برگردم. 3 بار وطنش رفته اومدگی دیگه نرفتگی. مادر من از республика Адыгейский автономный область, Краснодарский край, Кашихавльский район, аул Баличевсин. در آنجا مادرم تولد شدن. سال 1925. نامشون علیفت تخکوشینова یوسوپونا. دядя عظمت و تیتا زورت. 2 خواهر 2 برادر داشتن مادرم. بعد اون کس از سبب زندگی قین شدن شیر گاو میفروختند و ارد زغاره میخریدند برای پدر بیمارشان را خوراندن سیر کردن. در همون محل در همون سالهای که سالهای 48 49 40 سالهای وزمین بود، گشنگی بود، کمتر عذاب بود. مادرم وقتی که به کوچه می براید در آنجا شناس می شود با همراهی پدر من، پدرم خجایف آدینه خان. خیلی کنه سالداتا با دخترها شناس می شود، اما مادر منم با پدرم شناس می شود. وقتی گشنگی ها بودن، وقتی که می بیند که مادر من رفته ایستاده است، در تنش کوفایک دارد، کوفایک سیاه. پدرم باشد کارتوشکا در همون وقت تگ علاب میکردن میخوردن. بعد در درونی چولکی انداخته دوتا آورده در جیبک مادرم میانداختن که این رو خور. بعد مادرم 1 بار گرفت، 2 بار گرفت، 3 بار گرفت. از سببی که گشنگی بود به مادرم معقول شد این خود پدرم به مادرم. بعد شناس شدن، یکدیگر رو دوست داشتن. بعد پدرم به مادرم گفته است که من حالا در کار هستم، رفتن نمیتوانم به تاجیکستان. میخوای که من توی روان کنم به تاجیکستان؟ میروی؟ بیاید به تاجیکستان، به قرغان تپه می بیاید، به خانه عمه، به خانه خواهر پدرم. عممون ویا گرفته در خونش تا پدرمون آمده نه ویا عممون نگاهبانی کردگی. بعد پدرم می بیاید، خز با پدرم به خلب زود می دراید
با همراهی مادرم با کار میکنن، با زندگی رو به پیش میبرن. دیگرش راضی بودند، یا دیگرش عزت حرمت میکردند. موسی برادرم تولد میشود، بعد وای من به دنیا میبیایم. انا خاصیت. بعد من با برادران خواهران تولد میشوند. باز پدرم کارهایش به پیش میرود، خانه های کلان میاندازند، زندگی بسیار خوش و خرسندانه میگذرد. مادرم انگور را میچیند، در درون آب میماند که خنک شود، بعد دانه دانه کرده دهان پدرم ده میاندازد که خورید گفته. مادرم پر ورنی تیار میکرد، بسیار تیار میکرد ورنی. روزه به خانه ما مهمان میآید از یاوان، حالی چه ورنی در چینی کاسه پر میکند، پیش مهمانا میماند و بعد به بیرون میبراید. مهمانا تکلیف میکند که گیرید خورید. بعد یک 2 دقیقه پس مادرم باز در آمده میپرسد که شما چای دارید؟ و نگاه میکند در کاسه ورنی نیست. میبراید بیرون ده میگد خاصیت ورنی بیار که در کاسه ورنی نیست. بعد من باز کاسه پر میکنم، باز میتیم میبرد میموند. باز مادرم میگه که ورنی تمام شده نیست در کاسه. من گفتم چی آنها اژدهار اینقدر ورنی بسیار میخورد؟ مادرم اوه نگو خدا خفه میشود، این خیلی ممکن نیست گپ زدن. مادرم مرا جنگ کردن که این خیلی نگو، به مهمونا سخت میرسد. که مادر من همینقدر انسان خوب بوده. مادرم ما رو جنگ میکرد، خیلی جنگ میکرد، به آواز خیلی میکرد. این معنای آن که نکنید. بعد ما اگر بسیار گپ میزدیم، بازی میکردیم، خلیگانی میکردیم، او با ما خیلی میکرد. شرم دارید، معنای این. او ما رو جنگ میکرد که خب کنید. خیلی میکرد مادرم. اگر مادرم قهر بد میکرد که خیلی میکرد. با سخن نه، فقط با اشاره. خیلی مادر مگر هست باز؟ نه، این خیلی مادر نیست. مادر انا خیلی ما رو تربیت داد. دختن، پختن، تازه نگاه کردن خانه و پلاس، آزاد زندگی کردن، حلال زندگی کردن، با مهنت حلال زندگی رو به پیش بردن. وقتی که پدر ما سالای 90 سلامتیش کمتر وزمین میشه، 11 سال کسلی میشه، مادرمون 11 سال پدر ما را نگاهبانی میکنه. مهمانای اومدگی مادر ما را احسن میگفتن. مادرمون شما بهشتیان میگفتن. مادر هر سحر میخیزم و یادم به یادت مادرم، گل به گل میپیچم و جگر کبابم مادرم. مادرم جان و دلم، روی تو در یاد نیست. مادرم جان و دلم، بوی تو در دماغ نیست. من در اول فکر میکردم که مادر حمزه یک زنی تاجیک است. بعدا فهمیدم که این کس زنی تاجیک نبودند، اصلا از دیگر جا بودند، زبانشان دیگر بوده است، عرف و عادتشان دیگر بوده است. هرچند که وای مثال ما تاجیک هستیم، وای کبردین هم باشد، نه که همه رفتار و گفتار و نوازش ها و مهربانی ها و میمانداری هایش همش سر و پا تاجیکانه هست. تاجیکانه سخن میگوید. سال 70 در قشلاق پوشینگ در رایون دنغره توی می شود. ما رو تکلیف میکنن، ما میریم با آنجا با توی. همه خیلی دخترها بسیار همه ششتگی. بعد من میگم که چه به شما همه خیلی دخترها یک کراوات ششتگی یگان تاتون شعر نمیگوید، سرود نمیخوانید، دایره نمیزنید، مگر این توی است؟ بعد مادرم میگفت که خاصیت گپ نزن. خب بعد میگفت من راست میگم، خیلی ممکن نیست، من خیلی چخونک بودم آخر. بعد همین نگاه میکنم در پیش کراوات یک کس هم خیلی راست استاده است، توقی دارد، موی به پیش شانه کردگی، جامعه بی‌قسم پوشیدگی. انم خیلی دستش رو هم خیلی کردن، خیلی به من نگاه کرده استاده است. همین لبانش خیلی شده استاده است. بعد هم یا نگاه کردم، همین چشمان میدرخشیدن، همین خیلی چشمش میدرخشید که اگر با فکرم دلی منو برد. همین خیلی گشته نگاه کردم و
بعد گفتم که ای دایره بیارید. بعد دایره آوردن. هیچ که اینجا باید خوندن من میخونم. بعد دایره آوردن، من سرود تختخان ابراهیم و میخوند که جانم تو بیا، جانم تو بیا بیا که پزمان شدم من، رنجانده تو را یار پشیمان شدم من این سرود را خونده با دایره دخترها را همش رو بر رقص تکلیف کردم. بعد همین جوان باز با یک دختر گفت است که با یک تا خواند گوید با یک تا خواند. بعد دخترها گفتن که انا اینجا یک شه بچه ایستاده است شما را به سرودخوانی تکلیف میکند، باز خوانید. در همین توی ما شناس شدیم، با یک دیگر دل بستیم، عاشق شدیم. این کس به دوشنبه به عسکری رفتن، او را به عسکری قبول کردن. آنها در دوشنبه خدمت کردن، عسکری رو بود کردن. آمده به من گفتن که من به خواندنی میروم، تو راضی هستی؟ من گفتم خیلی اختیارتون. و یک کس رفتن در اندستریال پداگوژیک تکنیکوم داخل شدن، در آنجا خواندن. عاشقی اینا 5 سال دوام کردگی. و آخر اینا فقط همون لبی پخته بود. مادرم میبرامد و بعد پدرم خطی واخوری میکردن. بعد گویا که از درس آمده استاده است. یا دیگریش نغز دیده گرفتن. این یازنای ما سرخان نام داشت، ما معلم میگفتیم، وای معلم بودن. خیلی معلم عزت حرمتش نغز بود خطی ما. من از دنیا چی دیدم؟ خوشبختی دیدم. از پروردگار منتدار هستم. 1000 بار منتدار هستم، شکرانه میکنم که خدا به من بخت داد. فرزندان سالم، 5 تا پسر، 1 تا دختر دارم. من پسران من در همین جا اگر من جیغ زنم، حمزه جان لبای اوچه جان، مایسون جان لبای اوچه جان، ادریسی من اوچه جان، ذکرای من آنا جان میگفتن. 1 تا لوتیبک دارم، یکم بار اوچه جان نمیگوید. من میگم لوتیبک 1 بار اوچه جان گوی. بعد من اوچم جانم فیراد میکرد، اوچم جانم، اوچه جان نمیگفت، اوچم جانم. اینم تربیه است، اینم تربیه. من خرسند، من همین خیلی خرسند که فرزندان من با اوچه جان به من جواب میدهند. فرزنداشم همش فرزندای نغز در جای ما را بینند به عزت حرمت دویده آمده، چی خدمت باشد خدمت ما را ای دستمان میگیره به جا میورند. ادریس هم و پتیو 19 خوند، لوتیبک за ветеринарный техникум دکتر بایتاری خوند، حمزه جان انستیتوت صنعت خوند. انا این پسر OTD کنی مایسون ناصر خسرو OTD فاکولته OTD خوند. 4 پسر زکریا پدوچیلش فیزیکولتورنی پدوچیلش. فخر میکنم که فرزندای خوب دارم، فرزندای نغز با آداب دارم. از روزی که من به این خاندان همچون کلیم وارد شدم، من خوشتومن خود خاصیت که زنی کبردین است، خیلی یک زنی مهربان، زنی با عفت، زنی که سر و پا فرهنگ است، سر و پا خوش معامله است. همین گونه دریافتم. در همون دوره‌ای که روی همسایه‌های اینا یگان خورسندی باشد چیند، همه وقت مادری من اونجا قصه ها را نقل میکنه، اونجا سخن تبریکاتی به مادری من میتیند در توی تماشا. مادرم بسیار فعال هستند، در درون همین زنهای دهه بسیار فعال هستند. همین قدر مهر محبتشون زیاد است که مثلا ما هر وقتی که همراه تئاتر آینه می اومدیم به اینجا به مهمانی، یک پیشوازگیری خوب، شعر میخواندن برای ما با چند زبان ها، با زبان همون مادریشون، با زبان تاجیکی، با زبان روسی، با زبان کافکازی خوش آمدید میگفتن و با زبان ازبکی حتی حرف میزنن. با زبان روسی 100% گپ میزنم، با زبان تاجیکی، ازبکی، قزاقی 100% گپ میزنم. من کم کم با انگلیسی گپ میزنم و زبان هندوگی رو آنها گپ میزنن، من میفهمم. به هندوگی هم جواب داده میتوانم. من به همین بیمارخانه هندوستان رفتم، به هندوها. وقتی که من به نزد دکتر در آمدم، دکتر قواقا دختگی به من نگاه کرد، سرش بالا کرده. بعد من گفتم
هر دل کو پیار کریگا او گنگا نگا سروانه. همین سرود هندوگی خواندم. همون دختر همین قدر خرسند شد، باور میکنید از جوش خسته با من سلام کرده، دستش رو به پشتم موند، خیلی خیلی کرد، رفته از بیرون هندو دخترها رو گرفته آورد، شینوند. بعد گفت که گوش کنید، این زن رو گوش کنید. بعد من به ترجمان فهموند که گوی بای یک سرود خوانند، تکرار کنند. بعد من گفتم میچله جز گیا آسمان لو شروع ہو گئے پیار کے داستان میچله. وای باور میکنید این هندو دخترها انا میخیل چپک میزنن، همشون مرا به آغوش گرفتن، بوسه کردن. یک چند زبان ها رو هم میدوند. نبیره هاشون هم میدونم، فرزنداشون هم، پسراشون هم که نسبت مادرشون، مادر نسبت فرزندا بسیار بسیار مهربانند. نمیسی گپ میزنن درو از خود میکنم، انگلیسی گپ میزنن درو از خود میکنم، پومری گپ میزنن از خود میکنم. نمیدونم برای چی من خیلی تاثیرات دارم که یا که من نغز میبینم همین زبان ها رو. این همش از سبب ممکن کتابخوانی. حتی شعر می نویسم، بسیار شعر می نویسم با زبان مادر من. ووانیت آنقده هشمین، ووانیت آنقده هشمین. مادرم میگفتن خجبز دخدده. این خجبز دخدده، این دختر اینقدر زیبا. جلزک دخدد، این جوان اینقدر زیبا. مقاگو تس بیاشین شایفه شای خور چای خورن هوا سوخیق می اصلا جبه فشو قزد و چی میگویی قند سفید بیار. هره آذر میبیارم. در این خاندان ما 5 نفر کلین هستیم. به هر یک تایما خوشدامن ما با یک رفتاری به هر خودی همون کلین ها خواست معامله میکند. هر یکی ما رو خصلت ما رو آموخته به طور خود با ما معامله میکند و با همه کلین های خود، نبیره های خود یک زنی خوش معامله، خوش چقچق، زنی که میتوان گفت که مادر رو عوض میکند. کلین های خوب، بسیار کلین های شوخ با مدنیت انا به من داد. نبیره های خوب، من خدا بشکر نبیره دارم، هم دختر و هم بچه. از فرزندانم میندار هستم، از بختم هم، از شوهرم هم میندار هستم. شکرانه میکنم به همه جوانان، به همه یک آرزوی میکنم، به اونها یک مصلحت دادنی هستم که زندگی خوش و خرسندانه گذرانند. توصیه میتیم که اول به دختران و به مادر دختران التماس، اگر دختران رو به شوهر تید در حیات دختران دخالت نکنید تا که آنها خانه ویران نشوند. به فرزندانم، به بچه ها هم دخالت نکنید. لیکن همون کلین به خانه اگر با عقل شده بیاید یا که تربیه رو از خانه مادر گرفته بیاید، آن گاه هیچ محل خانه ویران نمیشوند، زندگی رو نغز از خود میکنند. آنها بگذار خوانن، علم آموزن، به قدر زندگی، به قدر تربیه فرزندا برسن. این همش از خواندن میشود. بسیار کتاب خوانند، کتاب دانند، اهل فهمند. دویم در پای خواندن کتاب است. بسیار از بزرگان به ما پندها، نصیحت‌ها از حدیث‌ها به ما یادهای می‌آورد که مثال به ما در آینده زندگی راهنمون است. کارگردان‌ها رو، بسیار هنرمندها رو مادرم خوب می‌دانند. از آن سببی که بسیار کتاب می‌خوانند، بسیار علم رو از خود کردگی هستند. برای همین راهنمایی اینا بود که ما در این جاده صنعت راه یافتیم. فرزند من روزی به همین ایرپورت می رود، از آنجا می بیاد مادر جان میگه در ایرپورت کینوی نو سیومکه کرده استودن با نام افسره. بعد میگه که من اسلمشاه رحمت الله را دیدم. وای مرا گفت که بیا ما قبول میکنیم، تو میخونیدشان بده. حمزه بعد میبیاد میگه که اوچه جان من باید این استود خونم، شما میروید با من؟
شما این خیل چیکو перебиваемый. مالش هر دومون میریم به اینستیتوت حمزه رو داخل میکنیم. بعد حمزه به میگویم که حمزه جان وقتی اگزمین تو رو سوال میشود، فقط سوال، با سوال ها احتیاط باش. بعد خیلی سوال مادر جان، کینماتوگرافیستان مشهور تاجیکستان و اکتیوران مشهور تاجیکستان اینها رو نویس. عایشه حیات و صوفیا تویبوی و توتی غفار و حبیب الله عبدالرزاقов، عطا محمد جانов، محمد جان قاسمov، فاروق قاسمov، محمود طاهری، دلبر عمر و گلسره عبدالله و همین ها رو باید که تو دانی. کینماتوگرافیستان بندرچوک، طاهر صابرov، انور تورایف، یونس یوسفov، اینا رو همش رو من در دستش نوشته میتیم. بعد وای با اگزمین میدراید. وقتی که من با همراه پدرش تگی درخت میشینم میبرد گس من خیلی میبراید من خیلی میکنم. خیلی ما خرسان میشویم. حمزه دیپلم سرخ میگیرد. حالا حمزه جان من علاچی فرهنگ. یک روز کارگردان ها یعنی که رفیقام گفتن که ما یک فیلم رو به نوار میگیریم در همین شهر باختر. من گفتم با جون و دل مرحمت، خانه من هست، بیاید یک بار بینید چخیلی که میگوین لوکاسیا об'єکت، بیاید بینید معقول باشد. گفتم مرحمت به نوار میگیریم فیلم رو. بعدا آمدن دیدن بسیار پسند آمد خانه. گفتن در حقیقت ما هم خیلی خانه رو جستجو میکردیم. به نوار گرفتن. خیلی هنرمندا از دوشنبه از شهر باختر بودن، به نوار گرفتن فیلم رو. همین مادرم چخیلی که گفتیم بسیار صنعت دوستدار است، فرهنگش بسیار بلند است. گفتن که من هم همینجا یک نقش آفرم، یگان نقش باشد بازی کنم. که من گفتن نه اکن من همین یک من هستم بس. که کارگردان این گپ رو شنیده گفتن که نه همین مادر رو یک نقش خورده که میتیم اپیزود. من گفتم نه بیاید مونید کن که مادرم پرسیدن مادرم راضی شد. Сыночек, пожалуйста, принеси хлеба. Деньги возьми. Не надо, сейчас принесу. Спасибо большое. شاید که برای من این کار رو کرد که پسرم باز هم نقصتر برای همین صنعت رود. گفته زیاده از 30-40 شاید زیادتر باشد فیلم ها و اشتراک کردم، کار کردم، نقش آفریدم. یعنی که اینا همش تربیه مادر بود، همش با راهنمایی مادر بود. من فخر میکنم چون این مادری فرهنگی دارم. دویمو در پی جستجو، در پی خواندن کتاب و دویمو از نبیره ها طلب آن را دارد که دویم در پی جستن علم باشند. ما در یک وطن آباد و زیبا تینچ امانی زندگی کرده ایستاده ایم. ما خدا به شکر یگان کمبودی نداریم. به کجایی که خواهیم رفته میتوانیم، در کجایی که خواهیم رفته خوانده میتوانیم. خوانید، وطن را آباد کنید، علم آموزید، به پیشروی حرکت کنید. رنگ مادر عزت و حرمت میکنیم. این کسا ما خیلی که مادرمون هست ما به جای مادر میبینیم. میره چه عرضه حواس دارن به عرضه حواسشون برسانه، در سر فرزنداش باشه، در سر ما باشن. میخواهم مادرم مثل ارچه همیشه سبز در سر ما سبز باشند، صد در آیند صحت و سلامت باشند. وقتی که مادر من از دنیا گذشت تا رسیدن خاله های من از کشور همسایه تا دیگران، یعنی مادر حمزه در بری من بودم. در بعضی موردهایی که من در دشواری میمونم حتما زنگ میزنم یا که زیق شوم اگر بسیار خمور مادر گیرد، من راست و همین قشلاق میبینم که همین مادر حمزه بینم و خمورش شکنم و روم. میخواهم که تن و جان مادر صحت باشد، در گید نبیره هاشون باشن، صحت و سلامت باشن. بگذار در همین خانه فقط توی خرسندی شود.
Шумо.